سلام با من همراه باشیم ببینیم یه نصف روز عادی توی یه روز تعطیل عادی توی زندگی من چجوریه. من دورسام و دانشجوی سال 2 پزشکی توی ایتالیام. حاضر شدم از خوابگاه زدم بیرون. این درختم که می‌بینید درخت کریسمس خوابگاهی که با اینکه تعطیلات تموم شده هنوز جمعش نکردم. دوستامو دیدم و رفتیم با هم صبحونه بخوریم. بله، صبحونه معروف ایتالیایی کروسان و کاپوچینو، ولی به جرئت میتونم بگم تنوع صبحونه توی ایران خیلی از ایتالیا بیشتره. بعدم با همه دوستان رفتیم خرید هفتگی و این چرخ دستیایی که تو ویدیو می‌بینید از واجبات خرید رفتن تو ایتالیاست. چرا؟ چون خیلی باید پیاده این ور اون ور بری و اگه این نداشته باشی کمرت میشکنه، که خب من هنوز نخریدم. و با اتوبوس رفتم به سمت خوابگاه و بین راه هم از دانشگاه مرکزی پاویا رد شدم که براتون ویدیو بگیرم. بچه‌ها این دانشگاه مال 666 سال پیشه، یعنی اصلا قدیمی نیست، باستانیه. و بعدم رسیدم به خوابگاه خودم که مال 595 سال پیشه و آسانسور هم نداره. آخر ویدیو قیافمو می‌بینید بعد 3 طبقه بالا رفتن. و همین دیگه، بوس به کلتون.